15مین کنفرانس دو روزه امنیت آسیا و روندهای در حال ظهور در غرب آسیا و پیامدهای منطقه‌ای و جهانی آن در دهلی نو پایتخت هند گشایش یافت. وزیر دفاع هند در مراسم گشایش این کنفرانس که در مؤسسه مطالعه و تحلیلی دفاع هند در حال برگزاری است گفت توسعه غرب آسیا تأثیر بسیاری بر امنیت منطقه‌ای و بین المللی دارد. ایکی آنتونی افزود از دسامبر 2010 منطقه خاورمیانه شاهد تغییرات پرسر و صدایی بوده که تأثیرات مهمی در روند سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دنیای عرب داشته است و کشورهای تونس، لیبی، مصر و یمن شاهد تحولات سیاسی بودند، اما متاسفانه این تحولات با خشونت‌های گسترده نیز همراه بوده است. وزیر دفاع هند در ادامه گفت روند تغییر هنوز در مراحل اولیه است و مسیر طولانی را در پیش دارد و مشکلات و پیچیدگی‌های زیادی در این مسیر وجود دارد. این 15مین سال است که مؤسسه مطالعه و تحلیل دفاعی هند IDSA کنفرانسی با موضوع تأمین امنیت آسیا برگزار می‌کند.